که یکی صورتش اینجوری باشه، یعنی چونش رو زمین باشه تقریبا، از بالا هم اینجوری باشه، لبا هم که یه رو قبل خودش میاد. چیش قشنگه، من نمیفهمم اینو. سال پیش توی 100 تا لیدر اول ووگ بودم، امسال دوباره ماه دیگه توی 100 تا لیدر اول ووگم. با خیلی عکاسا کار کردم، با خیلی کریتیو دایرکتورها کار کردم، با خیلی مدل‌ها کار کردم. تمام بلاگرامون هم که بالای زدن مدل یه لینک پایینش دادن، برند لباسن. هم که نگاه میکنی توی دیسکریپشن همشون مدلن، یعنی یه چیز عجیب غریبی که همه مدلن. اصلا همینجا میتونیم شروع کنیم. آره همین اوکی. خب شد. خیلی خوش اومدی به سایکست اپیزود 3. بچه‌ها آرش منو دعوت کرده، محبت کنین، لایک و سابسکرایب کنین، برای اینکه برنامه‌اش خیلی باحال و کوله و امیدوارم لذت ببرین. هر اپیزودی که میاد فکر کنم خیلی کول و باحاله. من خودم همه رو نگاه میکنم به جز بعضی‌ها ولی باحاله کلا. رامی یکی از دوستای خیلی خوبمه، تو حوزه فشن فعالیت داره، چند ساله و یه سری همکاری خیلی خوب داشته با ووگ و الو. بگو خودت اگه میخوای. به نظرم بچه‌ها چندین سال الان به عنوان مدیر پروژه با مجله ووگ کار میکنم، با لوفیسیل کار میکنم، با شان یکی از بزرگترین مجلات توی آلمان کار میکنم و آرشون افتخار دارن منو دعوت کردن که شما افتخار دادین یه سری جزئیات رو براتون توضیح بدیم. بیشتر حکم همینجوری حرف زدن داره، یعنی چیزه. آره ببینم من یه سری سوالی که من حالا مثلا هر موقع میخوام یه پادکست بگیرم یه اپیزود، تو تلگرامم میام سوال میکنم چنل، مثلا بچه‌ها سوالاشونو میپرسن و اینا. یه چیزی که هست، خیلی ها هستن الان تو ایران میخوان تو حوزه مدلینگ فعالیت کنن ولی اصلا تعریف درستی اصلا از این مارکت ندارن در وهله اول و نمیدونن چجوری باید ورود کنن به مارکت جهانی. تو نظری اگه داری راجع به این؟ به نظرم اولا که توی خود کشورمون از بیرون که نگاه میکنیم به طور جهانی خیلی دوربین اینه یا اونه؟ دوربین جفتمونه، دوربین شخصی به عنوان جهانی که نگاه میکنیم بهش خیلی همه چیز ضعیف، برای اینکه انقدر اولا این داستان آمپول زدن و داستان میکاپ زیاد و اینا زیاد شده و داستان اینه که بیشتر بلاگرامون توی ایران اومدن بدون هیچ اطلاعاتی. هم که نگاه میکنی توی دیسکریپشن همشون مدلن، یعنی یه چیز عجیب غریبی که همه مدلن، هیچ اطلاعاتی در مورد مدلینگ ندارن. تبلیغ دارو میکنیم ولی هیچ اطلاعاتی در مورد دارو نداریم. در مورد همه چی نظر میدیم ولی اطلاعات نمیدونم خوندن و یاد گرفتن اینا در مورد هیچی نداریم. در مورد دنیا توی فقط برای همه میگم توی کشور خودمون، توی جای دیگه کسی که کتواک نرفته، رانوی نرفته، با برندهای بزرگ توی میلان و پاریس و نیویورک الان کار نکرده اسمشون مدل نیست. هر کی میره فوتوشوت که 4 تا عکس میگیره که لبان پروتز و این داستانا، مدل نمیشه. بعد اصلا چه فاکتورایی باید داشته باشه یه مدل؟ بابا فاکتور یه حرفه، ولی از اون برم که مثلا اومدم ایران صحبت میکردم با یکی، میگفتن که آره توی شو نمیدونم ویکتوریا سیکرت و این ور اسم نمیارم، حالا تبلیغ برای بقیه نیست، ولی یه آدم بزرگی مثلا توی هالیوود و اینا، آخه اونا هم زدن و اونا استیو جاب هم با تیشرت و جین میرفته سر کار، ولی نه ما استیو جابیم، نه چه میدونم هایلی بیبریم، نه بلا حدیدیم، ما اونا نیستیم. اونا یه چهره شدن یه چهره جهانی هن که میان تبلیغ برند رو میکنن حتی اگه توی کتواک را برن. دقیقا. ولی توی کلیت صنعت دنبال یه سری میجرمنت ها، صورت خیلی ساده الان استخونی، یه سری میجرمنت های بدنی دارن. چی بر بگم، بعد تازه اگه اینا رو داشته باشی، ایجنسی خوب داشته باشی توی نیویورک، توی میلان، توی پاریس، هر جایی که هست،
تازه بعد از اون برندها میان تو رو نگاه میکنن ببینن میتونی درست راه بری، میتونی درست پوستچر بگیری که عکس بگیری، همه این کارا بکنی. ولی متاسفانه برای اینکه ما ایجنسی درست توی ایران نداریم و همه مدلن، یعنی 90% آدم مدلن، برابر این همه در مورد همه چی نظر میدن، همه چی رو میدونن و متاسفانه موفقیتون خیلی کم شده. با اینکه همه دارن، یعنی تالنتشو دارن و خیلی هم پسر هم دختر بچهای زیبایی داریم تو ایران که میتونن این کسی که کارو مدل بکنن. فیلر میتونه بزنه؟ نه یه توضیح راجع به اینا میدی؟ اصلا نباید این کار بکنم، برای اینکه اولا که ایجنسی‌های بزرگ تتو خیلی سخت داره، برای اینکه توی فشن ویک و اینا که میرن که بخوان راه برن تتو رو باید یه جوری کاور کنن دیگه، یعنی نمیتونه همیشه. بله توی 50 سالگی دوباره همون چهره بزرگی تو دنیا باشی، خودت یه برند باشی که بری اون کار بکنه، اون فرق میکنه. ولی برای کسی که میخواد شروع کنه اصلا توجیهی برای من نداره که فیلر بزنه این کارو بکنه، برای اینکه قبولشون نمیکنم. من اونایی که خودم دیدم ایرانیایی که رفتن، خب خیلی ایرانی موفق داشتیم. چند تا ایرانی من میشناسم که 10 سال پیش، 15 سال پیش، 20 سال پیش برای برندهای بزرگ راه رفتن توی فشن ویک. ولی امروز که نگاه میکنی مدلامون چی هن؟ ایجنسی های گرید 3 توی دبی. نه همینه دیگه، گرید 3 توی دبی افتخار میکنیم، گرید 3 توی چین، گرید 3 استانبول و خودشون مدل معرفی میکنن. واقعا اینایی که از ایران میرن توی این ایجنسی اصلا مدل حساب میشن تو مارکت جهانی؟ مدل نیستن. پسرمون احساس میکنن اولا که تون بدنی که میخوان برای عکس گرفتن مثلا برندا که کمپین بهش میگن خیلی فرق میکنه با اینکه راه برن توی کتواک توی فشن ویک. خیلی مردمون فکر میکنم گندن، یعنی ورزش هم میکنن، ورزشکارا خیلی هم خوبن ولی به درد مدلینگ نمیخورن. الان توی صنعت کسایی که میخوان خیلی لاغرن و چهره‌های یه ذره یونیک دارن و یه ذره عجیب غریبتر از نرماله که بتونن روش میکاپ کنن و روی صورت مانور بدن و روی بدن و همه چی بشینه، یعنی رو اون تون بدنشون، چه دختر چه پسر. ولی اینجوری که تو بگی که همه میرن استانبول برای اینکه یه دونه ایجنسی گرید 3 امضا کردن که اونجا بزنم من مدلم، من چیزی ندیدم اونقدر اصلا توی سالهای اخیر. دبی هم که فقط اینو بگم قبل از اینکه شروع کنیم حرف زدم، مثلا توی دبی و استانبول که میرن بچه‌ها فقط برای آینده، ایجنسی‌هایی که میگیرن اونجا خیلی سخته بعد مثلا دبی رفتن که یه ایجنسی توی پاریس یا میلان، ایجنسی بزرگ مثل مانستر، مثل فابریکا، الی، حالا هرچی هست، بیان شما رو بعدش قبول کنن، برای اینکه اصلا کردیبیلیتی کاری دبی نداره. ممکنه توی کوتاه مدت 19 سالته 20 سالته بریم اونجا پولم در بیاری، ولی بعدش هیچ آینده‌ای به اون صورت نداره. ولی از اون جایی که همه عشق دبی دارن، آره. ببین الان حالا یه سری هستم، مثلا من یکی دوستام هست تو همین ایران به شدت زندگیش یعنی چیزی خارج از این داستان مدلینگ و اون رویای مدل شدن نداره، همش تحت شعاع این مسیره داره جلو میره ولی نمیدونه دقیقاً چی کار باید کنه. من ازت میخوام به عنوان کسی که تجربه داری راهنمایی به همه تینیجر. ببین الان که با این داستان AI و هوش مصنوعی همه چی رو همه میتونن چک کنن، یعنی یه ذره وقت بزنن تمام اطلاعات سایز و اینا، ولی مینیمم ها تو دنیا الان عوض شده. مثلا ذاتاً تنبلیم ما ایرانی‌ها، میدونی، یعنی نمیرن گوش میدیم از یکی مثلا اطلاعات بگیریم به کسی دیگه بدیم حتی اگه غلط باشه یا بلاگرامون همه خودشون مدل معرفی کنن، هم که ماشاءالله یه برند لباس دارن، یا دکتر که نمیدونن هیچی در مورد دکتری معرفی کنن، یا در مورد دارو حرف میزنن چیزی راجع به عشق ابدی میدونی؟ نه زیاد همه مدل بودن. آره، مثلا همه مدلن. آره. ولی به طور کلی من فکر میکنم توی 4-5 سال اخیر خیلی عوض شده همه چی، یعنی قدای دخترها روی 172 173 میگرفتن، 185 به بالا، ولی الان دیگه 172 هم نمیگیرن، یعنی 5 سال پیش میگرفتن دخترها رو. آره، یعنی 176 177 تازه میتونی فایلتو بفرستی
که چک کنن که ببینن چجوریه، آیا قبولت میکنن، آیا تون صورتیت میخوره، تون بدنیت میخوره. بعد از اینکه قد بلند بود، حالا میجرمنت های بدنی یه ذره ایجنسی هایی که بزرگن با هم دیگه فرق دارن. بعضی مثلا سایز کمر رو برای مثلا خانم‌ها 85 میخوان، بعضی 87 میخوان، بعضی بستگی به ایجنسی داره که میرن. ولی همه رو روی اطلاع گرفتم، برای اینکه اگه شما بخوای بری یه ایجنسی تو ایران، وقتی ما یه ایرانی نداریم که تجربه کسب واک نداره، چجوری میتونه یه ایجنسی بزنه که شما رو بفرسته برای اونجا؟ درسته. این برای من خیلی جالبه. شما باید یه تجربه بک‌گراند خودتون داشته باشی که میخوای یکی دیگر رو بفرستی یه جا دیگه که موفق بشه. درسته. ولی مثلا کشورهای مثل الان ژاپن، کره جنوبی، چین تا حدی خیلی دارن پیشرفت میکنن. خیلی دارن پیشرفت میکنن توی صنعت فشن و این داستانا. ولی دوباره هم تکرار میکنم، توی ایران که همه چی رو میدونیم در مورد فشن که همه چی میدونیم. تنها چیزی هم که در مورد فشن میدونیم اینه که لوی ویتان و فندی و نمیدونم چیچک بریم خرید کنیم، اینقدر لوگو وسطش داشته باشه که بیلبورد که تبلیغ مجانی کنیم برای برنده، بعدش هم بگیم که پول دادیم آره اینا خریدیم، یا انقدر اچ روش باشه یا انقدر الوی روش باشه بکنیم تو چشم مردم که ما پول داریم این کارو کردیم اون کارو کردیم. این به نظر من نه فشن، نه استایل، نه از من مدلینگه. بعد انقدر بولد شده این قضیه، همین بحث برند پوشیدن و شوآف و اینا، که طرف اصلا میره فیکه چون میگیره که شوآف کنه. ببین توی دنیا کسایی که مثلا با چند روز پیش داشتم اینترویو دیزاینر جدید دیور رو میدیدم، با یه تیشرت خیلی معمولی، فکر می‌کنم $5 $10 بوده، با شلوار جین معمولی میرن. تازه اون چه میدونم دیزاینر جدید دیور، کریتیو دایرکتور اونجا، اصلا عجیب غریبه کاراشون. ولی ما اینجا هیچی نداریم، هرچی پول داریم میدیم برند بخریم که بقیه ببینن که ما برند خریدیم، تا کجا رفتیم برگشتیم تن اون باشه که همه ببینن. همه شده همه دیدن. این نیست که برای خودمون مثلا خوشتیپی و استایل به این نیست که تو چی بپوشی، اون مدل و مود و احوال و حال خود بستگی داره. میدونی؟ دقیقاً. یه باگ دیگه که اکثرا داشتن، نمیدونن چی جوری باید کانکت شن، چی جوری اقدام کنن. ببین الان برای همه ایجنسی ها برمیگردم دوباره با این هوش مصنوعی، اگه چک کنن که مثلا ایجنسی کجاست، چجوریه، کجا میتونن، اولا که توی کامنت ها بذارن کجا میخوان برن، من میتونم تمام لینکاشو براشون بفرستم. مرسی. ولی ایجنسی ها الان خیلی راحت شدن، برای اینکه شما میرین آنلاین، یه سری سایزها شما میخوان، یه سری عکس‌ها ازتون میخواد، اونا رو میذارین، سایزاتون رو میذارین و اونا بهتون ایمیل میدن. الان هم که انگلیسی هم بلد نباشین، با چت جی پی تی قشنگ میتونین جواب بدین و کارتون بکنین به هر زبان. ولی بهتره که واقعا زبان رو دیگه یاد بگیرین توی محیط اگه برن بعد این مدت یاد میگیرن. ما محیطمون انقدر توی ایران این چند سال اخیر بسته شده و نرفتن، ولی توی محیط باشن راه بیشتر مدلایی که مثلا مال اروپای شرقی هن، مال آلمان هم، مال این برنامه انگلیسی بلد نیستن، ولی توی کارشون زبان تخصصی و اصلا آره فرق داره. ولی هیچ وقت نباید مثلا یکی همون حرفی که خود میزنه، یکی از دوستات که دوست مدل بشه و تمام زندگیشینه، بیشتر باید به عنوان واقعا عشق کاری نگاه کنی به همه چی، نه به عنوان پول در آوردن. همه میخوان مدل بشن برای اینکه فکر میکنن خیلی پول در میارن. مدل‌ها پول در نمیارن، ولی دخترها باز بهتر از پسرها. من تو ایران رو نمیدونم، مدل‌ها پول در نمیارن، پسرها خیلی کمتر دخترها، برای اینکه بیشتر کالکشنایی که در میاد اولا دخترونه است، توی فشن ویک و این ور دخترونه است و دخترها بیشتر در میاد. توی ایران نمیدونم، توی ایران که کلا نجومی همه چی، یعنی بلاگره که هیچ بک‌گراند یا هیچی نداره، برای اینکه همه فالوش میکنن یا فوش میدن زیر کامنت، 2 تا عکس میذاره 1 میلیارد تومان پول میگیره. اصلا داستان ایران که متفاوته، میرن برای کچلوار آقای کیکیک میرن 4 تا عکس میگیرن از اون برم دارن 2 میلیارد 3 میلیارد قیمت های نجومی میگیرن برای هیچی. اونو میفهمم. ولی توی دنیا مدل زن خیلی بهتر مدل من، ولی مدلینگ کلا از زنا شروع شده و زیبایی زنا بوده که به بقیه بگن که سلامت بودن، زیبا بودن، ورزش کردن، همه اینا چجوریه که برای بچهای دیگه یه موتیویشن باشه که
خودشون درست کنن، تمیزتر لباس بپوشن، سلامت‌تر باشن، همه اینا. ولی اینجا برعکس شده دیگه، فقط پول در بیاریم. یه برند، تمام بلاگرامون هم که بالای زدن مدل یه لینک پایینش دادن برند لباسن. درست میگم دیگه؟ دروغ میگم؟ درست، دقیقا همینه. یه چیزی هم میخواستم بگم در مورد اینی که اولا که اگه یه قسمتی، من اصلا نمیگم اینجا کردن چیزی به صورت برای زنا، اگه یه جای صورت بالانس نیست، حالا یه ذره فیلر میخواد اینا، اوکیه کاملا. ولی انقدری که همه شدن این زوزنقه تو ایران خیلی عجیب غریبه برای من. خیلی عجیب غریبه. ببخشید من اصلا اومدم که اینا رو بگم بیشتر. آره. برای اینکه دلم یه جورایی پره. بعد هیچ جای دنیا این قشنگ نیست. اصلا هیچ، من توی خود مملکت خودمون قشنگه. کی میگه قشنگه؟ ببین نه، ولی دوستان کامنت بذارین هر کی میگه قشنگه واقعا که یکی صورتش اینجوری باشه، یعنی چونش رو زمین باشه تقریبا، بالا هم اینجوری باشه، لبا هم که یه رو قبل خودش میاد. چیش قشنگه؟ من نمیفهمم اینو. بعد بیان اونو تبلیغ کنن توی پیجشون برای 1000 نفر دیگه که دکتر نمیدونم کیه که شما هنوز مدرک دکتری آقا هم نمیدونین، بیان اونجا برن توی مطب آقا که شما نمیدونی عفونت میگیری نمیگیری، صورتت چجوری میشه و صورت شما هیچ وقت بر نمیگرده اصلا. این داستان زیبایی و بیوتی و نمیدونم چی و تقصیر این مافیای زیبایی هم هسته که استانداردهای جورایی تغییر کرده. ببین همش درسته، تمام این مافیای زیبایی و اینا حرف درسته، ولی یه مثال برام میزنم از یکی از ایرانیایی که حالا پیجشو میتونی بذاری که بچه‌ها ببینن، نمیدونم همه میشناسن یا نه، نگین میرصالحی. خیلی آمستردام بوده رفته پاریس، خیلی قشنگ کارشو شروع کرده، همه چی تمیز. الان داره با LVMH گروپ که زیر مجموعه لوی ویتان و فندی و دیور و همه اینا زیر مجموعه‌شن کار میکنه و همه چی خب خیلی تمیز. ما اینجا کاری که میکنیم بلاگرها بیشتر این کلاهبرداری شده برای مردم دیگه و واقعا من آرزو میکنم توی کشور خودمون یه دونه ریستریکشن قانونی بذارن که کسی که مثلا تحصیلات پزشکی نداره حق نداره دارو تبلیغ کنه. کسی که پشتیبان فشن نداره نمیتونه بره فردا بگه لباس زدم بیاین مانتو نمیدونم چی تیشرت چی بخریم. تو روی چه پشتیبانه، چه تجربه‌ای داری، چه گارانتی کیفیتی شما داری میدی به بقیه توی طولانی مدت؟ ما برای اینکه مملکتمون بسته است به 1001 دلیل، همه دارن سوء استفاده میکنن از خودمون و خیلی عجیب غریبه و مردم هم دارن ساپورت میکنن. این برای من خیلی عجیبه. مردم اصلا ساپورت میکنن. مردم دارن ساپورت میکنن، یعنی هرچی اونا میزنن باور میکنن. یعنی مردم دارن بقیه رو یه مش آدم بی سواد و اتوماتیک دارن پولدار میکنن دیگه. یعنی اونا دارن پولشو دارن میارن، مردم دارن ضرر زیانشو توی طولانی مدت میبینن. درست. برگردیم به مدلینگ دوباره. خب دقیقاً من مدل نیستم، ولی برای اینکه مدیر پروژه بودم توی سال پیش توی 100 تا لیدر اول ووگ بودم. امسال دوباره ماه دیگه توی 100 تا لیدر اول ووگم. با خیلی عکاسا کار کردم، با خیلی کریتیو دایرکتورها کار کردم، با خیلی مدل‌ها کار کردم و سیستم کاری اصلا ربطی به ایران نداره. یعنی کاری که ما داریم میکنیم همش، یعنی اون دختر زیبا حالا خوشگل هرچی هم که میاد آرزوی مدلینگ داره، بیشتر اونم دارن ازش کلاهبرداری میکنن، میگن 4 تا عکس بگی پول بده، اینو پول بده اونو پول بده. اصلا اینجوری نیست. نظرت راجع به عکاس‌ها و فیلمبردار فشن دایرکتورای ایرانی چیه؟ من کسی رو نمیشناسم به طور کلی، اصلا کسی رو نمیشناسم. من کسی هست؟ یه سری هستن مثلا من نمیشناسم ولی زیاد. من برای هستن. بیشتر تنها کاری که ما توی ایران میکنیم به دلیل اینکه تمام صنعتمون فشن هیچ وقت نبوده ولی صنعتیه، فشن نیست، هنری نیست. بیشتر فیلم بردار و عکاسامون فکر می‌کنم بیشتر صنعتی شدن. یعنی باقالی پلو با گوشت و فیلم بگیرن و دوربین رو تا ته بچرخونن و روی عکاسیامون هم که انقدر پر کنن که تو اصلا رنگ یعنی یک عکس میذاره رنگو میبینی چشات عین نوراست که تو صورت من الان یه جور دیگه شده دیگه اصلا. ولی نه ببین نداریم مثلا به عنوان یه سری تو توی مثلا فشن و هنر و اینا
یه سری کیفیت ها و کریتیویتی میخوای که یه چیزی رو تصور کنی و یه چیز تازه بسازی و تولید کنی که سالیان سال بمونه. مگه ووگ سال 1900 و فکر کنم 76 77 ایران اومدن برای عکاسی و چقدر زیبا توی اصفهان و نمیشه الان کرد. مگه نداریم عکاسای خیلی خوب؟ هم دلیلش اینه که من زیاد قبول ندارم، ولی هم دلیلش امروز اینه که آره برای اینکه مملکت بسته است، برای اینکه ما اینو نداریم اونا نداریم، اونا امکانات دارن. والا شما پاریس هم بری، هر جاش بری دوربین تو بگیری دست دوربین تو میزنن، گوشی تو میزنن این ورمت، زیاد فرقی نمیکنه. ولی اون هنره و تصور و خودته که چی میتونی درست کنی و هیچ وقت فقط مدل نیست که یه پروژه رو درست کنه، کل تیم و تصور درست از پروژه است. دقیقاً. ازت میخوام به کسایی که حالا علاقه دارن توی این رشته 3 تا باید و 3 تا نباید یعنی بچه اول قبل از اینکه اینو بگم من یه چیزی یادم بیاد. اگر کسی که مدل میخواد بره اروپا، میخواد بره این ور، برای اینکه برای من پیش اومده و سوال کردن توی ایران و همه از این میترسن. شما اگر مدل ایجنسی توی اروپا قبولتون کنه، توی امریکا قبولتون کنه، توی ژاپن، نمیدونم کره جنوبی، وقتی شما قرارداد دارین با ایجنسی و شما پروژه‌ای دارین که باید برین اونجا، خودشون تمام اسپانسرشیپ مال ویزاتون رو انجام میدن. یعنی انقدر فکر نکنین که وای دبی راحته، برای اینکه دبی ویزاشو یه روزه میگیرم میرم دبی و اونجا شروع میکنم کار کردن. و هر جایی که شما ایجنسی داشته باشی و پروژه داشته باشی، ایجنسی تمام کار اسپانسرشیپ شما رو انجام میده. خیلی عالی. 3 تا باید و نبایدی که کسی که میخواد توی این اولا که وارد شه، فکر میکنم اولا که خیلی خوندن، مثلا توی سنای 18 سال تا 21 سال اطلاعات الان خیلی راحت تر نسل ماست. یعنی با هوش مصنوعی، با اینترنت، با اینستاگرام، با همه چی میتونین اطلاعات رو کسب کنین که چیا باید داشته باشین در مورد سایز بدنی، در مورد صورت، در مورد همه چی. درسته؟ این یکیشه. دومیش خیلی ورزشه، برای اینکه مدل‌ها رو که بیشتر نگاه می‌کنیم ورزش و رژیم درست، نه اینکه 3 روز برم پیتزا بخورم آخر هفته، مشروب بخورم، این کارو بکنم اون کارو بکنم، بعدش دوباره رژیم بگیرم. حالا برعکسش هم هست. این دوستی که دارم بهت میگم مثلا خیلی علاقه داره اینا، یا میبینی 3 روز فقط آب و کافی داره میخوره. همینو دارم میگم یا از اون ور زیاده، بعد مثلا یه ماه کمه، دوباره از اون ور زیاد بخورم. یه بالانسی همه چی باید داشته باشه. و مشروب و اینا مدل ها اونقدر مشروب بخورن و اینا. حالا درسته تو 18 سالگی، 19 سالگی، 20 سالگی بدنتون قد نمیریزه، ولی هم 22 3 سالگی دیگه بدنه اونجوری نمیشه. یعنی بعدش هم یه ذره سایزها خودشون نگاه کنن، مدل ها معمولا پاهاشون خیلی بلندتر از بالاتن است. آره، یعنی وقتی اپلای میکنن یه جور دیگه داریم مدل که نمیخوام برن توی رانوی و فشن وی که بیشتر بهشون میگن کامرشال، یعنی صنعتی هم بیشتر برای لوازم بهداشتی و این داستانا. بازم برای اونا اگه کسی فکر میکنه صورت خوب داره که فیلر نزده، همه جا رو لبا انقدر نیست، اون کارم میتونم بکنم. ولی هر کیم که سوال داشته پیج خود میتونه کامنت بذاره. من چند تا ایجنسی رو میتونم معرفی کنم که فقط برن ریسرچ کنن و تحقیق کنن و اصلا 3-4 تا ایجنسی که فکر میکنی میشه راحت تر باشون چیز کنن. من الان ببین بزرگا رو که باشون بزرگا سنگینه. یعنی شاید مثلا بگه یارو الان من اگه ببین معمولا اینجوری کار میکنه. شما توی دنیا غیر ایران نداریم همچین چیزی. شما یه مادر ایجنسی دارین مثلا به عنوان شخص X، اون با اون قرارداد میبندیم، اوناش پتانسیل شما رو میدونن، اونا میان توی همه جای دنیا هم هستن، توی سوئد هستن، توی نیویورک هستن، یه دونه قرارداد میبندین که 10% از تمام پیمنت های شما رو، اون پولی که قرار برای شما بریزن و توی آینده میگیرن، ولی تمام قرارداداتون رو نسبت به پتانسیلتون با بقیه میبندن. مدل ایجنسی ها رو میتونم 1000 تا بر بگم. توی میلان هست، الیت هست، توی پاریس، الان نیویورک خود مارلز هست، نمیدونم مانستر و فابریکان خیلی بزرگن توی میلان، خیلی هستن. ولی راحت ترینش اینه که شما یه ایجنت دارین به عنوان مادر ایجنسی، یعنی ایجنسی مادر. میتونن
اونو باید ریسرچ کنم ببینن کجا رو میخوان، چجوری میجرمنتاش، میتونم به خود بگم اگه میخوان اطلاع بیشتر من بهشون میدم که یه دو مادر ایجنسی پیدا میکنم. اون ایجنسی مادرتون میره دنبال این که کدوم ایجنسی ها به شما میخورن، کدوم میتونن با قرارداد ببندن این داستان. اون ایجنسی مادر یه شخصه. آره خب و اون شخص رو چجوری میتونیم پیدا کنیم؟ باید ریسرچ کنم ببین کیا میخوان، مثلا چه میدونم یکی هم مدل بزرگ که تو میشناسیش اومده به تهران اینا، الان مثلا ایجنسی مادرش اصلا توی اروپا شرقی نیست، توی برزیل پسره. یعنی خودش گشته ریسرچ کرده دنبال بهش میگم مادر ایجنسی، ولی خب گوگل کرده اونو پیدا کرده باشون صحبت کرده، تمام میجرمنت های بدن و سایز اینا رو فرستاده براشون، اون قبولش کرده. حالا اون میاد با ایجنسی های دیگه، همه ایجنسی ها رو شروع میکنه باشون مکالمه کردن و میبینه کدوم ایجنسی ها توی میلان، توی پاریس و تمام ویزاشون این بقیه مال اروپا شرقی باشه، همه جا برین سفارت سری بهتون ویزا میدن به عنوان کاری و رفتین و کارتون کردین برگشتین. که الانم رو آره با 10 تا برند خوب داره کار میکنه، اگه بیشتر نه. و حتی هالیوود درسته؟ یعنی از هیچی ها. دقیقاً تو فکر کنم 2-3 سالم اتفاق. تو 2-3 سال اتفاق خیلی کار کرده، از 16-17 سالگی مدل کار کرده، ولی آره از 22 سالگی یعنی 3 سال آخر دیگه خیلی مطرح شده. آره من اومدم مثلا واسه یه پروژه‌ای یه مودبوردی داره بردم و می‌خواستم شخصی بیام عکاسی کنم و یه فشن ویدیو هم بگیرم. بعد به یه سری ها مثلا دایرکتاشون تکست دادم، پیشنهاد همکاری دادم، اینجوری بودن که انقدر آفیش منه. خب بعد مثلا با برشکا هم کار نکرده یارو تالا. ببین آخه همون دوره من برمیگردم به این داستانی که دارم میگم، ما اصلا در مورد بچهای خود کشورمون هم حرف نمیزنیم. اصلا برو توی ایرانیایی که توی آمریکا الان دارن زندگی میکنن، اونا هم چون یه ده ایونت رفتن حالا با ایکس وای زد یه دونه عکس دارن با بلا حدید دیگه، خدا رو بنده اصلا این داستان عجیب غریبه. شخص خاصی نمیگی؟ نه کلیه نه نمیشنم من، چون یکی از اینجوری یکی از بچه‌ها هست با بلا حدید الان تو ایونتش و اینا، اونو نمیگه، یعنی نمیشناسه اصلا. آره خب بخواین اصلا نگیم. نه اوکیه، توضیح دادم که اصلا نمیشناسیم. ولی معمولا که ما کار میکنیم توی مجله و این داستانا، وقتی اینجوریه برای ووگ مثلا اگه میخوایم حتی با نئومی کمپل، یکی از قدیمی تر مدلایی که کار کردم باهاش، ما به مدلای خیلی بزرگم که امرو برندن که روی مجله صفحه اول بیان پول نمیدیم، پول نمیگیرن هیچ کدوم، میان که باشن فقط به عنوان چهرهشون و به عنوان گارانتی برند. ولی مثلا ما کار میکنیم، مثلا یه پروژه است برای ووگ، یه پروژه جدید داریم، ما به ایجنسی ها ایمیل میدیم، مثلا به مانستر، مثلا به فابریکا توی میلان، به اونا ایمیل میدیم، اونا مثلا چند تا مدل معرفی میکنن و آره دیگه مدل میاد اون تایمی که میخوایم شوتینگ کنیم مثلا 3-4 روزه، اونا رو بلوکه میکنن، مدل میاد کارشو میکنیم، فقط هتل اینا رو ما اورگانایز میکنیم. ولی فیشو نمیدونم پول بدین و اینا یعنی چی؟ بعد تو ایران این آخه اصلا نداری. ببین برای اینکه ما نداریم چند تا مدلم تجربه هم دارم، بعد طرف همینو گفته. چند سال الان برگشتی ایران؟ 3 سال شده. یه دونه مدل الان به من بگو که توی برندا، مدل ایرانی که توی برندا، دبی رو اصلا حساب نکن، برای اینکه دبی برندهای بزرگ مال خودشونه، مال اروپا نیست. حتی اگه دیور باشه، لوی ویتون باشه، ارمس باشه، لورپیان، مال شخص سومه، مال خود. ولی توی برندهای بزرگ یک دونه ایرانی رو به من بگو که بوده. چرا؟ میتونم بگم مثلا نگین میرصالحی یا 2-3 تا، ولی من نمیشناسم به عنوان بزرگ که از ایران رفته باشن یه جا بگی فردا روی بورد عکس خانم کیکیک یا آقای کیکیک رو روی فندی دیدم، اصلا وجود نداره.
برای اینکه ما خودمون یه مشکلی داریم به عنوان ایرانی‌ها، یه دونه موفقیت هم که داریم دیگه با شاه آخه فالوده بعد اون یه دونه نمی‌خوریم. موفقیت چیه؟ مثلا فلان مزون تو فردیس کرج. آره دیگه، خب مثلا اینو بعد ولی میگه میگم رزومه است و موفقیت- بابت نه. میخواد آفیش بگیره. اصلا بگو پسر مثلا 4 جا هم عکس گرفته، همه کارم کرده، خیلی هم باحال، ولی تو اونو باید پیشرفت ببینی و پیشرفت کنی، پله‌ها رو بگذن. ما به اونجا که میرسیم نه دیگه، دارم پولمو در میارم و پولمو دارم بهم میدن و دیگه پیشرفت نمیخوام بکنم. چرا از ایران برم؟ دارم خوب در میارم. من نمیگم کسی از ایران بره، میگم میتونیم بریم بیاین. افتخارش برای هممونه دیگه، برای خودش که نیست که. ولی مشکل ما ایران اینه که انقدر بال و پر میگیریم یهو که دیگه سلام هم تو خیابون به کسی نمیکنیم، فکر میکنیم سلبریتیم. یارو توی عشق ابدی در میاد فکر میکنه بعد یه ماه سلبریتیه دیگه. اصلا عجیب غریبه. بعد ببین سیستم سوشال میدیا و اینستاگرام ما، خود مردم هم آخه این باور رو بهش میدن که سلبریتی ها اینا. ببین اصلا داستان عجیبیه توی اینستاگرام ما. مثلا تو میری پست، بچه‌ها بریم ببینین، خیلی جالبه. پست دریک رو میبینین، یه دونه عکس گذاشته، مثلا 1000 تا کامنت میخوره. شهناز گلی خان تو ایران یه دونه عکس میذاره، یهوی 30,000 تا کامنت خورده. و فکر میکنه خیلی معروفه و فکر میکنه خیلی خوبه و همه قربون صدقه‌اش میرن. خیلی سیستمی ما فرق میکنیم با تمام دنیا. دقیقاً. قسمت ادویکیشنال و اینا نداریم، قسمت اینو داریم که از پایین به بالا هر جا بری حرف سیاسی میزنن، حرف اقتصادی از کارگر ساختمان تا اونور میزنن، همه چی و همه در مورد مدلینگ همه میدونن، همه مدل. الان اینستاگرام نگاه کنی همه مدلن، تمام مدل بلاگرامون هم همه برند فشن خودشون دارن که فردا میخوام بشن چه میدونم تام فورد. اصلا داستان عجیب غریبیه. و من همیشه میگم تو این بازاری هم که ما هستیم، تو این سیستمی هم که هست، اتفاقا خیلی راحت تره برای اونایی که خیلی علاقه‌مندن به این کار، بهترین وقته که این کار بکنن. برای اینکه اونقدر تو اولا ایرانی نیست، اونقدر رقابت نداری به عنوان ایرانی و ایناش خیلی باحاله. میکروفون من چی شد؟ نه اوکی همه اوکیه. تحت کنترل. چراغ میزنه. آره اینا هست. خب چیز دیگه ای هست خودت فکر کنی لازمه که خیلی ما نمیدونیم توی این؟ بچه‌ها فقط تنها چیزی که میتونم بگم، تو خدا قبل از اینکه اگه میخواین کاری کنین در مورد مدلینگ، در مورد خرید، در مورد آنلاین، برین تحقیق کنین. اونایی که رفتن، مدلایی که چند تا هستن که ایرانی هستن، سوئد به دنیا آمدن، همشون خیلی زحمت کشیدن. هیچ وقت اینجوری نبوده که فردا مثلا چه میدونم علیرضا رو بردن توی فشن ویک توی میلان معروف شده. زحمت کشیدن هر روز. بچه‌ها همه پارتیشون میکنن، شب جمعه اشغالش میکنن، به همه چی برسیم. ولی بعد صبح جمعه افتر میاد سودا با لیمو دیتاکس سفارش میده که نه دیتاکس میکنم، بعدش هم از اون میگن آره دیشب دوست پسر نمیدونم نینی رو دیده بودیم، اون مدل بود رفته بود توی چین و ژاپن کار میکرد، اون به من گفت من خیلی میتونم مدل شم، بعد خوبم میگفت پول میدم. بعد هم که ایرانی‌ها با هم دیگه چشمی دارن دیگه. یعنی مثلا یارو پسر رفته باشه چین، $300 هم بهش داده باشن، میگفت $30,000 گرفتم اون موقع. بابا برو اونجا عالیه. من به نظرم بهترین راهی که شروع کنم، اولا یه سری‌ها رو که میتونید تحقیق کنین از خود هوش مصنوعی بپرسین برای قد و سایز. نه اگر واقعا فکر میکنین داره، میتونین کامنت بذارین زیر پست تو بذارن اصلا. من بهتون معرفی میکنم، به آرش بگین، به من بگین، معرفیتون میکنم که به کدوم ایجنسی ها بفرستین. اگه همه چیزون درست باشه خیلی راحته، یعنی کار سختی نیست. سخته شروع میشه از اون وقتی که شما با ایجنسی قرارداد دارین و قراره برین توی کاستینگ. برای اینکه شما ایجنسی هم که داشته باشین، نمیتونین برین برای فشن ویک برین اونجا رانوی را برین. باید بعد از اینکه ایجنسی شما حتی معرفیتون میکنه به برندی که توی فشن ویکه، باید برند هم شما رو قبول کنه. کار دشواریه و برای کسایی که واقعا عاشق کارشان رو دوست هم بکنن. و بعد همه ایرانی هم افتخار میکنن، افتخار اون بیشتر به اون بچه‌هایی که زحمت کشیدن نسبت به اونایی که بلاگرن و ببخشید شما میزنن رو زمین هر روز و
2 تا پست بذارم 1 میلیارد تومان در بیارم، اون وقت اون دکتر ما که 10 سال درس خونده بره توی شهرستان کار کنه با حقوق چست من. لیمیت سنی هم ببین با این 18 من خیلی با این برمیخورم. مثلا زن شروع 45 ساله اومده گفته من میخوام مدل شم. بستگی بعد زن 45 مدل دبی و نه استانبول زن میتونن 45 ساله‌ای بشن. که هیچ کدوم از فاکتورا رو نداره، اصلا با اونه که کاری نداره هیچی. نه ولی اون تو فکر خودش می‌خواسته مدل شه، 2 نفر بهش گفتن، میدونی 2 نفر به خاطر سوسکی چی هم گفتن که حالا راه مهم نیست، ولی سوسکی هم که راه میره با آنش بهش میگه قرمه پای بلورید برم من. 2 نفر ازش. ولی معمولا اگه توی 19 سال 20 سال شروع کنن و ایجنس خوب قبولشون کنه خیلی خوبه. ایجنسی خوب اگه توی مثلا 20 21 بعد که دا 23 4 این چیز از بود. یه جایی به بعد فکر کنم دیگه لیمیتی دارن دیگه بابت سن، درسته؟ ببین دیگه 27 28 دیگه تمام میشه دیگه، برای اینکه انقدر رقابت زیاده دوباره دخترای 18 سال 19 ساله همه جای دنیا میان، فقط ما که نیستیم که بقیه میان یا پسرا میان همه جوانتر و آره دوباره میان مارکت رو میگیرن و شما آروم آروم میریم بیرون دیگه. یعنی اگه کسی بخواد این کارو بکنه دوره‌ایه و برنامه بعدش هم باید داشته باشه. ولی گلدن تایمش همون مثلا 20 تا 24 20 21 عالیه. یعنی برای این کارو کردن اگر کسی قدشو داره، هیکلشو داره، نمیدونم زیباییشو فهم میکنه داره. ولی لیمیتا رو حتما برید چک کنید واقعا. آره. یعنی طرف با 160 اومده میگه من با اعتماد به نفس عجیبا آقا فاکتور داره، شما خوبی زیبایی اصلا اوکیه، ولی مدل نیستی. دختره دماغ عملی اینش اینجوری اونش اونجوری من اینجوری اونجوری بعد زده اینقدر زده مدل بلاگر و میکاپ و ترافلر سفر میکنم. حالا سفر میکنم من نمیدونم چجوری سفر میکنم شما میدونین چجوری میرن دبی این برنامه، ولی کلا هم مدلن هم سفر. ولی اصلا چیزی به اسم عمل زیبایی و اینا نباید داشته باشه. ببین مدل چرا درسته؟ ببین بستگی داره. اگر صورت نقص داشته باشه، ببین بعضیا مثلا برای گونه یکیشون بزرگتر میره نیم سیسی حالا میزنه تقارن رو پیدا میکنه، دماغ اینجوری و فلان، منظورمه اینجوری و لب اونجوری اردکی و اینا هیچ دنیا قبول نمیکنن، هیچ جا اینا مدل نیستن و باور نکنین دوستان این حرفایی که میزنم بهتونو، برای اینکه همه هم دیگه تعریف میکنن، همه میگن این خوبه و اون خوبه، ولی کلیت کاملا. و همین دیگه بقیه‌اش هر چی سوال دارین توی کامنت ها از آرش بپرسین. اگر اطلاعاتی خواستین، چه میدونم وبسایت اینه اونه، یا اگه با هوش مصنوعی چیزی رو چک کردین آرش به من میگه، من اطلاعاتو میتونم براتون بنویسم. حالا من پیج خودتم اگه اوکی میذارم آره همون اول بهم بگین یا به من بگین یا به خود آرش بگین یا توی کامنت ها بذارین، بعد میتونیم با هم دیگه کانکشن، منم هر کمکی باشه انجام میدم. یک دنیا ممنون، مرسی که دعوت ما رو پذیرفتی. کلی هم غیرت کنین، لایک و سابسکرایب کنین به جای اینکه این بلاگرایی که همه مدلن و فشن دیزاینر اینا ساپورت کنین، برای اینکه یه کار باحال داره آرش میکنه، همش هم ادویکیشنال و یه چیزی یاد میگیریم واقعا. دمتون هم گرم، مرسی که اومدی. برم من قربونت.